ادامه اعترافنامه. رضا محسنی اژه‌ای کمک کرد تا ترامشلو یک صندوق خیریه درست کند که اسمش را یادم نیست، ولی دفترش همان سمت میدان شوش بود. یه دکون پولشویی دیگه هم به اسم خیریه آفاق مهر تو ولیعصر دارن، خیابون شهید سرلشکر، غلام عباس سلطانی، بولوار نلسون ماندلا، پلاک 166، طبقه سوم، واحد 5. اینا همه برای پولشوییه. رئیس هیئت مدیرش که این خیریه به اصطلاح آقای محمد ترامشلو، گلپسر علی ترامشلو. ادامه بذارین اعترافنامه تبری رو بخونم. علی ترامشلو افراد پولدار با پرونده های سنگین را می آورد پیش رضا محسنی، پسر اژه‌ای محسنی، در جردن. 30% از پروندهشان را می ریختند به حساب خیریه ترامشلو که دسته چک آن پیش رضا محسنی بود. ترامشلو اواخر سال 96 یک بار سعی کرده بود آقای محسنی را دور بزند که حدود 1 ماه حفاظت قوه قضاییه بازداشتش کرد. پشت ماجرای ترامشلو شرکت سامسونگ است. اینها از طریق روابطشان با رضا محسنی پسر اژه‌ای حدود 50 شرکت فعال در ایران دارند. سامسونگ یکی از لابی های آمریکا و یا اروپا، چه میدونم، یا کره در ایران است، به نوشته اکبر طبری، که ارتباط خیلی خوبی با آقای محسنی هم دارد. من البته نمیدونم اصلا آمریکا در ایران لابی داره، اونم از طریق سامسونگ کره جنوبی، بعد اونم ارتباط با محسنی اژه‌ای. حالا راست و دروغ اینا رو من دارم براتون عیناً میخونم دیگه. علی ترامشلو مالک مجتمع ورزشی و استخر زرفشان در شهرک غرب است که خیلی از مقامات و تجار آنجا میروند و ارتباطات خوبی در آنجاست و فلان. ترامشلو عرض کردم نوشته است که ساکن کانادا است و نیمی از سال را در اونجاست. زمانی که جواد الله قدمی خواهرزاده محسنی اژه‌ای واسطه فرار خاوری به کانادا شد، علی ترامشلو در کانادا خاوری را تحویل گرفت. درباره خاوری خواهم گفت، اول بذارین درباره ترامشلو مطلب کامل کنم، وقت داریم. آره. خب ببینین، این سرای تاریخی دلگشا که اشاره شد، آن را با نام سرای وزیر نظام میشناختند. دست کم 130 سال پیش در ضلع جنوبی خیابون 15 خرداد روبروی میدون ارگ ساخته شد و با توجه به قدمتش سال 1356، یک سال قبل از انقلاب، در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. کار تخریب این سرا از آذر ماه سال 89 آغاز شد و هر چند ماه مالکش، یعنی همین ترامشلو، چجوری مالک این بنای تاریخی شده من نمیدونم. حالا جزئیاتش البته هست که چرا میگم نمیدونم، جزئیاتش هست که شکایت میشه، نمیدونم فلان میشه، آخرش رأی میدن که خیلی خوب مال تو و ثبت ملی رو از روش بر میدارن و این داستانا. حالا پول در ایران همه چی رو حل میکنه در این سیستم مافیایی. کار تخریب این سرا از آذر 89 آغاز شد. هر چند ماه مالک اقدام به تخریب بخش‌های بیشتری از بنا می‌کرد تا سرانجام در سال 90 این بنای قاجاری کاملا تخریب شد. اینو از خبرگزاری دانا براتون خوندم، این تیکه آخر رو درباره. خب ببینید، برای اینکه بیشتر و بهتر بشناسیم این مافیا رو، چاره ای نیست جز این که من یکی دو متن دیگه براتون بخونم درباره همین اون منطقه رو میگن اوجالان که سرا هست توش. دکتر خزعلی، مهدی خزعلی در 3/12/87 نوشت: اوجالان نام منطقه از بافت فرسوده اطراف بازار تهران است. در دوران احمدی نژاد منطقه طرح فریز می شود و هیچ مجوز ساخت و سازی نمیدهند. در نتیجه قیمت املاک داخل کل این طرح سقوط می کند. مردم که خانه های قدیمی و گاهی در حال تخریب داشتن، ناگزیر به فروش خانه های خود می شوند. تمام اون منطقه. احمدی نژاد دستور میدهد در برابر هر متر مربع از زمین‌های اوجالان شهرداری 1.5 متر مربع تراکم تجاری شناور واگذار کند و البته همه نمیتونن برن این کارو بکنن. انحصار این مصوبه رو با آقای ترامشلو میدهد. یعنی تنها کسی که میتواند خانه‌های مردم را مفت خریداری کرده و به بهای 30 تا 50 برابر به شهرداری بفروشد جناب علی ترامشلو است. او املاک مردم را متری 150 تا 200 تومان خریداری کرد، تک تومانی، و در ازای آن 1.5 متر تراکم تجاری شناور اخذ کرد که بسته به مناطق تهران بین 4.5 تا 7.5 میلیون تومان ارزش داشت. علی ترامشلو کیست؟ از کجا آمده است؟
عنصری فاسد و سابقه دار است که از زندان او را درآوردند و مهره کردند. او دلال مفاسد برخی هاست و حتی این موضوع به نظر رئیس قوه قضاییه هم رسیده است. قبل از اینکه مهره باشد و قبل از زندان آه در بساط نداشته و یک راننده بوده. اما اکنون شما نمیتوانید سندهای املاک او را بشمارید. همینک او از شهرداری تهران ارقام نجومی طلبکار است. گوارای وجود، خمس و زکاتش رو بده حلال. بازار بزرگ رضا تو خیابان 15 خرداد تهران، پاساژ کامپیوتر تهران تو خیابان ولیعصر، پارکینگ رضا چهارراه سیروس تهران، اینا بخشای از به اصطلاح دارایی‌های آقای ترامشلو، علی ترامشلو و خانواده تازه به دوران رسیدشه که دارن مثلا اینجا رو اداره میکنن. سرای دلگشا مشرف به کاخ گلستان، عکساشو فکر کنم دیدین، و محسنی اژه‌ای دو دستی این سرا رو داد به علی ترامشلو. جنجالی ترین پرونده میراث جهانی ایران پس از میدان نقش جهان اصفهان، ساخت مجتمع تجاری سرای دلگشا در حریم کاخ گلستان است که مانند برج جهان نما به داخل حریم این مجموعه تاریخی سرک کشیده تا جهانی شدن آن به خطر بیفتد. در این باره رئیس شورای شهر تهران معتقد است که مشکل از حکم قوه قضاییه شروع شد. خب یعنی از همین اژه‌ای. علی ترامشلو توانست ساخت بنا رو تا ارتفاع 27 متر از کمیسیون ماده 5 شهرداری مثلا بگیره. پشت کمیسیون ماده 5 کی بوده؟ همیشه محسنی اژه‌ای. ساختمان‌های اون حوالی هم به دلیل ثبت کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی، هم همین سرای دلگشا 27 متر و نیمه. ترامشلو 27 متر و نیم گرفته. تمام اون ساختمان‌هایی که اونجاست 7 متر و نیمه. بیش از اون اجازه ساخت ندارن. 20 متر بیشتر میره بالا آقای ترامشلو برای ساخت اینجا از رو شونه سخنگوی صادق لاریجانی و معاون اول ابراهیم رئیسی از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای. من میترسم بریم قسمت ششم. من میترسم نرسیم این بخش ترامشلو رها کنیم و به خاوری نرسیم. خب ادامه اعترافنامه اکبر طبری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه درباره اژه‌ای و خاوری رو بذارین عرض کنم خدمت. نوشته است در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد. همین تیکه هایشی که من براتون خوندم که میرن اهواز و بعد قدمی پسر اژه‌ای در هواپیما محمود خاوری رو قانع میکنه که زود فلنگو ببند از ایران برو، که خلاصه دست ماها رو نشه اینا. خب در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد، خود محسنی اژه‌ای، و محسنی اژه‌ای به نقش خود اعتراف کرد. بعد گزارش مفصلی در این رابطه توسط اطلاعات سپاه به همراه چند عکس در تورنتو کانادا و در یک رستوران که خانواده علی ترامشلو و خانواده محسنی اژه‌ای را با محمود رضا خاوری و خانواده‌اش در حال صرف شام نشان می‌دهد به مقام معظم رهبری داده شد. محسنی اژه‌ای در توضیح این دیدار توجیه کرد که خانواده من مهمان علی ترامشلو بودند و به طور اتفاقی خاوری و خانواده‌اش در اون رستوران آمده و چند دقیقه سر یک میز نشسته و احوالپرسی کردند. محسنی اژه‌ای ارتباط را انکار کرد. اینا رو طبری معاون اجرایی قوه قضاییه که در زندان می‌نویسه، در بازجویی اطلاعات سپاه اینا رو می‌نویسه. از آن تاریخ و پس از آن که صدای آمریکا از علی ترامشلو به عنوان کارچاق‌کن و مجری اقتصادی محسنی اژه‌ای نام برد، وی از علی ترامشلو برای حفظ خود فاصله گرفت، ولی ارتباط پسر محسنی اژه‌ای با او به صورت قبل ادامه دارد، زیرا مدیریت اموال آنها را به عهده دارد و امکان قطع ارتباط وجود ندارد. ما تو یکی از برنامه‌ها به این موضوع پرداختیم، ارتباط علی ترامشلو با محسنی اژه‌ای رو، که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این اعترافات چنان که شنیدید اکبر طبری اشاره میکنه به اینکه وقتی که در صدای آمریکا در اون برنامه رابطه علی ترامشلو با
محسن ایژه‌ای لو رفت در واقع گفته شد دیگه. محسن ایژه‌ای سعی کرد خودش به هیچ وجه باهاش ملاقات نکنه، به جاش گل پسرش علی رو فرستاد. خب